بدم میاد از آدمایی که تو آبربانک ظلم میزنن به دستگاه. مجبور میشی به جای 10 تومن 50 تومن برداری. خیلی واسم عجیبه، مثلا میگن فلان کارو با فلان قسمت پولتون بکنید که هیچ احتیاجی بهش ندارید. من پولا مثلا همچین قسمتی نداره. در واقع من به پولای بقیه هم احتیاج دارم. شما حساب کن مبلغ فطریه هم حتی هر سال آپدیت میشه، ولی یارانه هر سال 45,000 تومنه. از آدمایی که درگیر گذشته‌ان دوری کنید. الان 3 ساله به رفیقم دارم میگم بابا ولش کن، گذشته ها گذشته. ول کن ماجرا نیست، پولشو میخواد. درست پول ندارم ولی خب دل که دارم. واقعا چرا خواستگاری ما پسرا نمیاید؟ بابا به خدا ما هم چایی میدیم، هم نسکافه میدیم، هم شیرینی تر داریم. تازه من تو اتاقم چیپس و پفکم آماده کردم واسه صحبت‌های 2 نفره. برو بزت بال بیا برو دلموزی که شاد میخواد برو. راههای رسیدن به ثروت. صبح ساعت 5 صبح پاشو، یه دوش آب سرد بگیر، کل روزتو برنامه‌ریزی کن، هدفهات رو یادداشت کن، بابات پولدار باشه، مدیتیشن کن.